زندانی شدن آریانا سعید در امریکا. اما چرا؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی جنجالی آریانا سعید در امریکا، دوری آریانا سعید از هنر موسیقی و جدا شدن حسیب از آریانا سعید آیا حقیقت دارد یا خیر؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. آریانا سعید یکی از صداهای سوریلا، انجره اطلاعی و از جمله هنرمندان موفق و مشهور در هنر موسیقی کشور بوده است که محبوبیت و شهرت آریانا سعید برمیگردد به 15 سال قبل. آریانا اولین آهنگش را با جاوید شریف هنرمند پاپخوان کشور سرود که به یک بارگی در میان مردم افغانستان مشهور شد. اما بعد از آن که کنسرت در افغانستان برگزار کرد و آهنگ افغان پسرک را سرود، به شهرت هنریش بیشتر شد. بانو آریانا سعید اکنون مبدل به هنرمند جهانی کشور شده است و همیشه کنسرت‌های در داخل و خارج از کشور برای دوستداران و طرفدارانش برگزار می‌کند. آریانا سعید در کشور امریکا نهاد برای دفاع از حقوق زنان ساخت و در این نهاد آریانا سعید خانمان نخبه سرتاسر جهان را دعوت به همکاری کرد. اما چند می شود تصاویر آریانا سعید در صفحات مجازی دست به دست می شود که گویا وی زندانی شده است. اما تاکنون حقایق بیشتر در این باره معلوم نیست که آیا به واقعیت آریانا سعید زندانی شده است یا خیر، ولی آریانا سعید دیر می شود دیگر به کارهای هنریش نپرداخته است و کاملا از صفحات مجازیش به دور است. ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها و کارهای هنری از این بانوی هنرمند خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. برای حمایت هرچی بیشتر از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.